بچه خوب جدید، امیدوارم حالتون خوب باشه و سالم باشین. خب دوستان، من پیکو هستم و اومدم رونمایی از اکانتم بکنم. اکانتو تازه گرفتم، فکر کنم این 2 روزه. خب بریم از پروفایل شروع بکنیم. همینطورم که ببینین پرایم 6 و اینم 10k لایک داره و اینم آیدیشه لول 69 که داره میره 70. بویا پس الان هم داره. وای بویا پس رو نشون دادم، یعنی ستان بعضی هاشون رو فهمیدین. خب بریم سراغ به نظرتون اول از چی شروع کنیم؟ من میگم بریم از گان شروع کنیم. این انفور مردابه که 17 تا داره، که درای 13 تا، اسکار تیتان که 17 تا. اینم گروزا، فوماس، ایسمیت 94، پلاسما، ایوجی زیاد خفن نیست ولی خب. اینم پارافاره، ایوجی زیاد خفن نیست ولی خب نوشابه زیاد ضرر نداره، نوشابه ضرر داره ولی خب. پارافال پارافال اینکوباتر کینگفیشر G36 این برم M14 SKS SVD که بودپکر لول 3 رو اینجا مشاهده میکنید. AC80 گردونه که نه، همون کارت گام بودن که بنفشودن، اونا اسمشون هم نمیدونم. این هم خواست تیرشه. این هم 60 کورد بریم سراغ SMG ها. UMP ساکورا، این هم UMP قدیمیه لولی. MP5 زیاد تعریفی نداره. VSS MP40 کبرا رو اینجا مشاهده میکنین که MP طلا و سبز هم همراهش هست. قدرت ظاهر اینو گذاشتم با قدرت این که زیاد هم فرق نمیکنه ولی خب این یکم دیر ریلود میکنه. قدرت اینو گذاشتم. اینم خب P90 اینکوباتر CG15 تامسون ویکتور مکتن بیزون. اینم خب شادگاناش. اینجا هم 2 تا گان لولی دیگه رو مشاهده میکنین که یکیش امده، یکیش هم اونم الان در ادامه میبینین. این امده که اسمش هم نمیدونم، این امده اینم نمیدونم اسمشو. این امده برفی، امده آتشین. اینم خب اسپاس 13 تا هم اسپاس، 14 تا هم امده. شادگان اینم که گفتم لولی آخر بود دیگه، لولی وجود نداره داخل گانا، وجود داره ولی خب من ندارم، یعنی من دیگه گان لولی های دیگه ندارم، همین ها رو دارم که نشون میتونم دارم تا الان. این شادگان آبیه یخی بهش میگم، نمیدونم هرچی میگم، که تازم خز شده. اینم خب مکتبنش. اینم شادگان شارجیش. تراگان که چیزی نداره. M590 هم که اینو داره. اسنایپ پروانه‌ای رو داره. اینم خب کار 98ش. M82 همون پشت یخزنش. اینم M24ش که یکی داره که یکیش هم وقتیه. هیال اسنایپر. اینم خب VSK 94. بریم سراغ پیستولا. اینم USB یه خط دمیج و یه خط دقته. اینا دیگه قدرتاشون خوب نیست، این بهتر از همشونه. اینم خب دیزرت طلایی رو با قدرت اینو گذاشتم. G18 دو خط دقت، یه خط هم مومنت اسپید. تپانچه یه خط دقت، یه خط هم رنج. M500 اینم خب این دبل دو کلته، حالا هرچی بهش میگن. M19 اینم خب WSP که طلاییه. اینم مینی یوزی. اینم خب هیال پیستوله. بریم اینجا. اینا که زیاد چیز خفن نیستن، اینو نشون میدم و این دیگه اینم نشون میدم. حالا بریم سراغ اسکیموش 2 تا داره که این مال کبراه. اینم که نمیدونم حالا دیگه. نه گرنیداش که این گرنیده. اینم بلوالاش همون یخ
که این یخ کتاب رم داره، این یخ رم داره دیگه. اینجا چیز خبری نیست. بریم سراغ ستا. خب 263 تا کامل داره، همونطور که میبینین الیت و همه چی داره دیگه. اینجا رد میکنم سریع، اینجا زیاد طور نیست که نها کنیم. میرم از اونجا نشونتون میدم، یعنی این تکیه. اینم بندیتاشه، 6 تا بندیت داره، وان پاچمن دیگه. اینم خب از اون نورده. اینجا 277 تا کلا داره، مو مستری دیگه. این کلاه، این مو لولیه، این الیته، مو الیت. این هم خود دیگه بویا پسن، بویا پس و الیت پس همه چی دیگه. همینطوری رد میکنم، خودتون ببینین. اینم این کوباتره، کوباتر قدیمیه، شاید نشناسینش، بعضیاتون شاید هم بشناسینش. اینم اینه که در ادامه ببینین. خب بریم سراغ ماسکا. ماسک این مترسکه، این ماسک ریش بازی، این خرگوشه، این بانیه، این بانیه، 2 تا بانی داره کلا. این الیته. خب دیگه بریم جلوتر، خودتون ببینین. من چیزای شاخ رو دیگه کلام میکنم، یعنی منظورم دست میزنم روشون. اینا قدیمی هن دیگه، چیزی اینجا ندیدم، شاخ ندیدم، اگه بودم من ندیدم. 50 تا هم گیریم صورت که این مال این الیت پسه. اینجا هم که یه دونه از الیت پساشو دیدین. این هم خب مال یه همون کارت سبزا بودن، نمیدونم چی بودن، تازه اومده بودن، تازه که نمیدونم، قدیمی هن. این هم خب الیت رو، الیت رمپیج دیگه. این هم خب بانیا. این هم نمیدونم مال چه چیزیه، حالا چه ستیه، چه گردونه این اومده. این هم که فقط پیرانشو داره. این هم نمیدونم دیگه گردونه است نیست. پولیورسیا 4 تا ست فوتبالی دیگه. بریم شلوارا. چرا من رفتم شلوار، باید اینا رو برم تو آخر که اصلا اینقدر خوابم میاد نمیتونم ویدیو بگیرم. ساعت 3 شبه دارم ویدیو میگیرم دیگه. اگه بعضی حرفان دیگه این ربطی نداشت، بی‌معنی بود دیگه، ببخشید. نتم زیاد خوب نیست، گوشی هم داره لگ میزنه متاسفانه. این هم خب الیت قوری، الیت نمیدونم. این هم خب که پادشاه دیگه چیه، هرچی شما بهش میگین. این هم خرگوشه که ست کاملش هم داره. بریم پایینتر. نگار یه چیزی شاخ، اینو دیدم، گفتم یه چیزی دیدم. خب دوستان دیگه اینجا چیز شاخی نیست. بریم شلوارا که این بانی بنفش، شلوار بانی بنفش 4 رنگه. این شلوار این بارکودی، این ست شلوار هاکای. این شلواره دیگه چیزی هنوز ندیدمه. این شلوارم خفنه، ولی خفن که نیست، ولی خوبه، بد نیست. این هم شلوار بانی، شلوار قلبی یا همون هریه صورتی. این شلواره این. بریم سراغ کفشا که این 2 تا کفش سفید. اینم جردنه. بریم دیگه رد کنیم. نت دانلود نیست، دانلود نشده، من دارم هر یکی رد میکنم که شما ببینید.
مثلا مغزم تاب برداشته. این دمپایر هم داره. خب بریم سراغ ایموتا. ایموتا هم اینا که بگانم عکس داره. اینا که دنس های الیت و برایم 6 و اینا دنس سلفی و قلب و اینو خب دوستان اینا بود از دنسا. همسان شده من دارم اینا بود از دنسا. بزنین کامل اینا دنس مترسک. خب دوستان اینا بود از دنسا. دوستان اینا بود از این ویدیو. دیگه سوالی داشتین حتما داخل کامنت ها بزنین. خب میگم مغزم تا برداشته، شما باور نمیکنین. داخل کامنت ها بنویسین دوستان. بعدا میخوام گیل بزنیم. اگه خواستین حتما داخل کامنت ها بگین که آیدیاتون هم بنویسین که بهتون درخواست بدم و وارد گیلتون بکنم. اگه هم نخواستین که هیچی. دوستان عاشق همتونم، دوستتون دارم. ویدیو بعدی فعلا خداحافظ دوستان. با این اکانت هم دیگه ویدیو گیم پلی میکنم. خداحافظ.